الرحمن الرحیم. درسی را که امروز ما میخوانیم کرانیال نروز یا ازواج قافی هست. زیادترین مسئولین این مشکل داره و امروز ما میخوایم که مشکلات بسیار به شکل خلاص و نمونکس ها حل کنم و ایره تجمع کنم و شما یک درس خلاصه بگیریم. این لکچر اول است. عموما امروز ما ایره بحث میکنیم که به خاطر چی این ازواج قافی به خاطر چی گفته میشه و بعد از او باز ما شما درباره چی بحث میکنیم. هر ازواج قافی از کجا منشأ گرفته و کجا رفته، چی وظیفه انجام میده و اختلالاتش چی هستن وقتی که زخمی شود. اول خود اینو باید بفهمیم که کرانیال نرو یا ازواج قافی ما سیستم عصبی را که تقسیم بندی خلاص میکنم یا سیستم عصبی nervous system یا سیستم عصبی. معمولا شما سیستم عصبی رو به دو بخش تقسیم میکنین. یکی به نام CNS است، یکی به نام PNS است. یکی به نام Central Nervous System، Central Nervous System است. دیگه به نام Peripheral Nervous System است. Peripheral Nervous Systems. CNS یا سیستم عصبی مرکزی که ما میگیم، سیستم عصبی مرکزی یاد میشه. سیستم عصبی مرکزی، این ما سیستم عصبی مرکزی میگیم و این سیستم عصبی محیطی گفته میشه. سیستم عصبی محیطی، سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی. دی اصلا CNS که شامل از دو بخش شامل است. یک بخشی به نام برین یاد میشه یا مغز، دومش به نام سپاینال کورد یاد میشه، سپاینال کورد یا دی خیشاکی. دو داره. و در پریفرال نروس سیستم دو اعصاب میه، یکش به نام سپاینال نرو یاد میشه، یکش به نام کرانیال نرو یاد میشه. کرانیال نروس یک بحث خیلی کلان است، مگر من ایره خلاص بندی میکنم که در بخش چیزی شامل میشه. کرانیال نروس یا ازواج قافی، سپاینال نروس یا اعصاب محیطی. پس امروز ما ایره بحث میکنیم. ایره بحث میکنیم که کرانیال نرو یا ازواج قافی چی است. اصلا مغز که ما به چند بخش تقسیم میکنیم، تقسیم بندی مغز بعد از ما میتونیم که هسته هر عصب ما ببینیم کجا قرار داره. اینجا مغز ما به چند بخش تقسیم میکنیم. اینجا تقسیم بندی مغز که شما ببینید، بخش اولش اگه این بخش کران و بزرگش گفته میشه، از این ناحیه به این ناحیه ایره برام سربرم یاد میکنه. سربرم یا در عربی برش دماغ اکبر میگه، یعنی بزرگترین ساحه مغز گرفته این ناحیه بالاتر گرفته. بخش دومش در این ساحه داخل ناحیه داخلش که است، این ناحیه را برام دنسفالون یاد میشه. فقط میخوام تقسیم بندی کنم دیگه، تقسیمات مغز چه وظایف داره، کجا چی قرار داره، کلش مربوط و جدا میشه. و بخش سوم ای اول، ای دوم، ای تقسیم بندی رو به این خاطر میکنم که هر عضو ازواج قافی رو ما بفهمیم که از کجا منشأ گرفته. و سوم سربیلوم است. سربیلوم یا دماغ اصغر هم میگیره. چهارم به نام برین سیستم یاد میشه که زیادترین بخشی ازواج قافی رو باز اینجا نابست میکنیم. برین سیستم، برین سیستم یا ساقه مغز. این رو بس میکنیم. مهمتر نامهای خیلی آسان است، مگر این ما اول گپ میزنیم که هر ازواج قافی از کجا منشأ میگیره. دقیق میگیرم اول و دوم ازواج قافی منشأ میگیره از سربرم. از
بعد از اون باز برینستم. این برینستم به 3 بخش تقسیم میشه. برینستم به 3 بخش تقسیم میشه که به نام مید برین یا مغز وسطی، پونس و مدولا. 3 بخش است. یعنی اگه شما ببینید این بخش اول به نام مید برین یاد میکنه، بخش دوم به نام پونس یاد میکنه، بخش سوم به نام مدولا یاد میکنه. 3 بخش است. هر کدامش که منشأ میگیره او را، یعنی اول و دوم از این منشأ میگیره و این ادامه که داره اینی به نام نخای شوکی یاد میشه یا سپاینال کورد. نخای شوکی یا سپاینال کورد. اول دوم ما 12 جوره داریم. 12 جوره ازواج قافی داریم. چند جوره؟ 12 جوره ازواج قافی داریم. هر کدامش فقط اینجا من معلومات عمومی میتونم. باز هر یکیش جدا جدا میخونیم که از کجا منشأ گرفته، به کدام طریقه آمده، در توسط کدام فرامین و چی تاثیر کرده، وظیفهش چی است. اون خلاص باز میخونیم. پس این برینستم یا ساقه مغز که من تقسیم کردم، در ساقه مغز 3 بخش است. یکیش مید برین، دیگهش پونس و دیگهش مدولا یاد میشه. مید برین چی کار میکنه؟ کدام عصب اینجا میتونه جای شود؟ سوم و چهارم. این دو عصب یعنی هستهش از مید برین گرفته میشه. از اینجا منشأ میگیره. دیگه که هست باز مید برین پونس هست. 5 6 7 و 8. اینی 4 دانه مربوط پونس میشه. باز دیگه که هست مدولا چند دانه دیگه که رو داره؟ 9 عصب نوم، 10 12 این مربوطی مدولا میشه. و بعد از او باز یک عصب دیگه که میمونه که ما عصب 11 گفته میشه، او از چیز منشأ میگیره؟ از نخای شوکی منشأ میگیره. 12 دانه مکمل ما میتونیم حساب کنیم. دیگر سعی کنیم. حالا نمایش ما میگیریم، یک نام میگیرم و از او باز من میگم که کدامش حسی و کدامش حرکی است. اول عصب اول olfactory nerve. یک عصب است. این رو باز ما میخوانیم چی وظیفه داره. دو optic nerve. عصب دوم optic nerve. سوم oculomotor nerve. سوم. چهارم trochlear nerve. عصب چهارم. پنجم trigeminal nerve. این را باز میخوانیم که چند 3 شعبه دیگر هم میده. باز هر شعبات دیگر هم میده. او چی تاثیر میکنه او را میخوانیم. 5 دانه. 6 دانه abducens nerve. یا abducent nerve هم گفته میشه. 6 اینجا با دیگه نشتر کن. 7 ما میگم vestibulocochlear و باشیم. 7 facial nerve. این 7. 8 vestibulocochlear. اینجا 8. 9 برای گلوسوفارنجیال یاد میشه. گلوسوفارنجیال نرو و نرو. گلوسوفارنجیال نرو. دوم برای واگوز یاد میشه. برای واگوز
عصب دهم است. واگوس نرو. 11 به نام اکسسوری یاد میشه. اکسسوری نرو. و 12 به نام هایپوگلوسال یاد میشه. گلوسال نرو. 12 اعصاب از معلومات شمگیری بسیار مهم است. حرکات چشم که صورت میگیره، بویی که ما میکنیم، حرکات زبان است، ایما شما که ذائقه انجام میدیم، حرکات قلب یک عصب کار میگیره و حرکات گردن است، ترنکولار ماستوید عضله است، تراپزیس مسئله است. اینی تمامش وظایفه که پیش میبره اینی مربوط اینی اعصاب میشه. اعصاب محیطی منشأش گفتم بردارم. اول دو olfactory و اپتیک از سربرم منشأ میگیره، دماغ اکبر. دیگهش گفتم میدبرین سوم و چهارم میدبرین است. پونس 5 6 7 8 از میدبرین منشأ میگیره. 9 10 و 12 9 10 و 12 ای از میدولا منشأ میگیره. یک دونه اینی عصب ای از نیخای شوکی منشأ میگیره. اینی خلاص شدم. دیگه یک موضوع بسیار مهم است که من خیلی یک جمله خلاص کنم دیگه باز لکچر ما تمام میشه. شما اینجا این رو یاد گرفتین که این هستهش البته هسته یا نیوکلیوس، هسته از این کجاست؟ هر هسته به شما فهمیدین که هستهش کجاست. مگه اینجا مهم گپ که هست این رو باید یاد برین، یا حسی می باشه یا حرکی می باشه و یا هر دو می باشه. این بسیار خیلی مهم است. یا حس میکنه فقط تچ، یا حرکت انجام میده و یا هر دو کار میکنه. کدام میشه؟ این ما در یک جمله یاد میگیریم براتون. یک جمله خیلی مهم است. Sam says Mary money, but my brother says big brain matter more. فقط یک خلاص یک لغت یک بیرین، از هر لغت یک کلمه رو بگیرین. Some says Mary money, but my brother says big brain matter more. این رو به شما را یاد بگیرین. یعنی چی مانا؟ اینجا سه کلمه است. یکیش اس است، یکیش ام است، یکیش بی است. از هر کدامش اول رو شما بگیرید. اس به معنی سنسوری. سنسوری به معنی حسی است. حس که میکنه. تاچ میکنی تو میفهمی که چه رقم حس است. این سنسوری میگه یا حسی میگه. صحیح؟ دو موتور حرکی است. موتور حرکی. چه رقم حرکی است؟ این چشمه که حرکت میدی بالا پایین وحشی و انسی. این را موتور میگه حرکی. بوت بی به معنی بوت است. بوت به معنی هر دو. بوت به معنی هر دو. هر دو چی معنی؟ هم حرکی و هم حسی می باشه. هم حس کار میکنه و هم حرکی کار میکنه. مثل روی ترایجمینال عصب این هم حسی است و هم حرکی سردش کار میکنه. حال چی است؟ مثلا من اشتباه میکنم اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، شش، هفت، هشت، نو، 10، 11، 12. این نمونه که یاد بگیرین این جمله را حسی و حرکی خودش یاد میتونه بگیرین. یعنی اول olfactory سنسوری حسی است. دوم اپتیک چی است؟ حسی است، سنسوری است. اوکولوموتور هر دو موتور حرکی است. تروکلیار چی است؟ حرکی است. بوت یعنی ترایجمینال پنجم که است هم حرکی و هم حسی است. دیگه ابدوسنت ششم موتور یا حرکی است. بی بوت هفتمش است. هفتمش فیشیال است. هم حرکی و هم حسی است. دیگه باز هشتم وستیبوکوکلیار این تنها حسی است. و دیگه نهم است باز نهم گلوسوفرینجیال هم حسی هم حرکی است.
بعد از او باز دهمش هم حسی و هم حرکی است. 11م حرکی، 12م هم حرکی است. اینی به شکل خلاصش تمام معلومات درباره ازواج قذفی بوده. هر سوالی که شما دارین میتونین در کامنت بندازین و یا پیام بکنین و هر مشکلی که دارین انشالله حل میشه. و به ادامه از این کرونیلر و 12 جور اعصاب هر کدام شما میخوریم برای وظایف بشه. انشالله تعقیب بکنین، چنل ما سابسکرایب بکنین و چیز مشکلی بود میتونین کامل بگذارین. وقتم خوش.